من امید خدا. سلام، وقتتان بخیر. به خبر دست طلو و طلو نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. برگزاری نشست شورای امنیت درباره افغانستان. در این نشست روی مسائل مهم افغانستان از جمله تعیین نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان رایزنی صورت می‌گیرد. کشورهایی که در اونجا هستن بعضی کشورها با ما رابطه بسیار خوب دارن، شاید بتونیم که نشست هم به نفع افغانستان تمام شود. رئیس افغانستان متاسفانه سازمان ملل متحد هیچ اقدام جدی نکرده و تا حال هم نتیجه کاراشون مثبت نبوده. اجرای حکم قصاص بالای یک تن در جوزجان. این حکم پس از بررسی محاکم سگانه و توشیح آن از سوی رهبر امارت اسلامی اجرا شده است. حکم د امیرالمؤمنین باوجود پر دې باندې د ټولو فیصله په دې باندې و چې دا سړی باید په قتل باندې ورسېږي. 2000 نفره وو مسؤلین د جوزجان وو، قصاص حکم درو محکمو پرې ایستلی وو، دا سړی قصاص وو. مسدود شدن چندین شاهراه در نتیجه بارش برف سنگین. وزارت فواید عامه میگوید بارش برف سبب شده تا مسیرهای بامیان، غور و دایکندی مسدود شوند. شمار شاهراه‌ها، سرک‌های کشور از اثر برفباری‌های شدید برای ترافیک مسدود گردیده است. راه حاجیگاه به خاطر که زیاد طوفانی و برفباری به همین خاطر بسته شده. و جان باختن 86 فلسطینی در حمله‌های تازه اسرائیل بر نوار غزه. از آغاز این جنگ تا اکنون نزدیک به 30,000 فلسطینی جان باختند. من حامد بهرام میزبان شما هستم. مشروع خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را پیرامون افغانستان برگزار می‌کند. بر بنیاد گزارش شورای امنیت، اعضای این شورا درباره گماشتن نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان نیز رایزنی خواهند کرد. در این میان امارت اسلامی شرکت نمایندگان چین و روسیه را برای سودمندی بیشتر این نشست مهم می‌داند. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد تا ساعت دیگر پشت درهای بسته درباره افغانستان برگزار می شود. این نشست با بیانیه مشترک 11 کشور به شمول ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، ژاپن و سوئیس درباره افغانستان آغاز خواهد شد. رایزنی درباره گماشتن نماینده ملل متحد برای افغانستان از بخش‌های مهم این نشست خواهد بود. افزون بر این، روزماری دیکارلو، معاون دبیرکل در امور سیاسی و صلح، گزارش را درباره 60 روز اخیر و برآیند نشست دوحه را در این نشست ارائه خواهد کرد. سرمنشی سازمان ملل متحد بر اعضای شورای امنیت که 15 عضو است، 5 عضو دائمی و 10 عضو غیر دائمی، باید گزارش مفصل از نشست‌ها و از گفتگوها و از تماس‌ها و از تبادل افکار که در قطر صورت گرفته گزارش بده. همزمان با این، امارت اسلامی هرچند که برآیند دومین نشست دوحه پیرامون اوضاع افغانستان را بی‌نتیجه می‌داند، اما می‌افزاید که حضور نمایندگان همچون روسیه و چین در نشست شورای امنیت امیدواری‌ها برای نتیجه بخش بودن این نشست را بیشتر می‌کند. هر تصمیم که در مورد افغانستان گرفته میشه منافع مردم افغانستان رو حفظ باشه. تصمیم تحمیلی، تصمیمی که خلاف خواستهای مردم افغانستان باشه، این نتیجه نمیده. بازم ما منتظر میمانیم و برای خوشبین هستیم که شاید کشورهایی که در اونجا هستن بعضی کشورها با ما رابطه بسیار خوب دارن، شاید بتونیم که نشست هم به نفع افغانستان تمام شود و نتیجه خوبی از اون گرفته. سازمان ملل متحد قربانی مصلحت‌های بعضی کشورها نکنند. در رئیس افغانستان متاسفانه سازمان ملل متحد هیچ اقدام جدی نکرده و تا حال هم نتیجه کاراشون مثبت نبوده. امیدوار هستیم که بعد از نشست امروزی که در شورای امنیت صورت میگیره در رابطه با حل فصل قضیه افغانستان اقدامات جدی صورت بگیره. پیش از این، شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه 27-21 از دبیرکل خواستار گماشته شدن نماینده ویژه برای افغانستان به هدف تطبیق توصیه‌های ارزیابی مستقل فریدون سندلی اوغلو درباره ادغام دوباره افغانستان به جامعه جهانی شده بود که به دنبال آن دبیرکل سازمان ملل متحد به روزهای 18 و 19 فبروری نشست نمایندگان ویژه کشورها درباره افغانستان را در دوحه برگزار کرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از ارائه گزارش تازه‌اش درباره مسائل حقوق بشری افغانستان تا 3 روز دیگر خبر می‌دهد. ریچارد بنت در صفحه کاربری اکسش نگاشته است که این گزارش را در 55مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بر روز 29 ماه فبروری سال روان میلادی ارائه خواهد کرد. مسئولان محلی جوزجان از عملی شدن حکم قصاص بالای یک فرد در شهر شبرغان خبر می‌دهند. با گفته آنان این حکم پس از بررسی محاکم سگانه و توشیح آن از سوی رهبر امارت اسلامی اجرا شده است. پیش از این نیز حکم قصاص بالای 4 تن دیگر در ولایت‌های فراه، لغمان و غزنی عملی شده است. مسئولان محلی جوزجان میگویند که حکم قصاص بالای 1 تن به جرم قتل که باشنده ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب می باشد عملی شده است. به گفته مسئولان این حکم پس از بررسی محاکم سگانه و توشیح فرمانان از سوی رهبر امارت اسلامی امروز دوشنبه در ورزشگاه شهر شبرغان اجرا شده است. تقریبا د یو کال څخه په اضافه توب دوسیه 42 باندې چې درې محکمې همداسې حکم د امیرالمؤمنین باوجود پر دې باندې د ټولو فیصله په دې باندې و چې دا سړی باید په قتل باندې ورسیږي، ځکه چې کوم ثبوت، کوم شواهد، کوم دلایل هغه محکمو ته پیښېدل، په هغو کې هیڅ داسې کومه صورت نه و چې د سړی د قصاص څخه ځان خلاص کړي. در همین حال شماری از باشندگان جوزجان که به محل قصاص رفته بودند دیدگاهشان را این گونه بیان می کنند. موږ ولاړو د استودیوم ته قریب 2000 نفر و مسئولین د جوزجان و قصاص وکم درو محکمو پرېستلی و دا سړی قصاص و علما وزر ورته وکړي، وزر یې ونه منی بس قصاص وروسته محکمو باندې پر ده باندې فیصله سوې وه چې دی باید چې هغه قصاص وي. نو نن د امارت اسلامي د خوا څخه هغه قصاص و. نو امارت مشران دا وغوښتله د مقتول د وارثانو څخه چې دته عفو وکړي، خو بیا هغو عفو ونه کړله. 2-3 کسه و، نو علما هم ډېر راغلي وو، شیخان هم ډېر راغلي وو. نو یو سړی دلته قصاص کوي، نو دغه قصاص نن په جوزجان کې وسو. بر بنیاد معلومات دادگاه عالی کشور پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی 4 تن دیگر نیز به جرم قتل در ولایت‌های فراه، لغمان و غزنی قصاص شدند. سرپرست وزارت خارجه در جریان سفرش به ترکمنستان در دیدار با معاون شورای وزیران این کشور و وزیر خارجه به گسترش روابط دیپلماتیک و افزایش داد و ستد تاکید کرده است. در این دیدار که بر ریاست وزرای خارجه دو کشور برگزار شد، درباره روابط دوجانبه افغانستان و ترکمنستان، ارتقای سطح حضور دیپلماتیک کابل در اشخابات و آغاز عملی پروژه تاپی در افغانستان گفتگو صورت گرفته است. امیرخان متقی همچنان تاکید کرد که به منظور افزایش تجارت دوجانبه و انتقال کالاها باید تسهیلات در گرفتن ویزای ترکمنستان فراهم شود. در دومین روز سفر امیرخان متقی به ترکمنستان با وزیر خارجه و شورای وزیران خارجه ترکمنستان دیدار و درباره مسائل دوجانبه سیاسی، اقتصادی و ترانزیتی گفتگو کرده است. در این دیدار همچنان درباره روابط دوجانبه افغانستان و ترکمنستان، ارتقای سطح حضور دیپلماتیک افغانستان در اشخابات، آغاز عملی پروژه تاپی و فراهمسازی تسهیلات در گرفتن ویزه ترکمنستان گفتگوها صورت گرفته است. نیاز دیده میشه تا با کشور ترکمنستان در ابعاد مختلف بحث‌ها صورت بگیره که از اون جمله هم ابعاد دیپلماتیک و فعالیت‌های دیپلماتیک در کشور است، هم ابعاد تجارتی و اقتصادی است. شما می‌دانید که پروژه‌های زیاد است که ترکمنستان و افغانستان آغاز میشه یا آغاز شده، سر از باید کار شود. در خبرنامه وزارت خارجه آمده که سرپرست این وزارت درباره آمادگی‌های همه‌جانبه افغانستان برای آغاز واقعی پروژه تاپی در افغانستان اطلاعات کامل ارائه کرد و ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک هر دو کشور بتوانند کار عملی پروژه تاپی را آغاز کنند. سفر وزیر خارجه امارات اسلامی افغانستان به ترکمنستان از نظر سیاسی و اقتصادی حائز اهمیت است، خصوصا در چند مورد. یکی بحث پروژه تاپی هست و دوم بحث واردات انرژی از ترکمنستان که ما شدیداً نیاز به برق داریم و همچنان بحث راهان افغانستان با ترکمنستان هست و این میتونه که همکاری‌های منطقه‌ای هم با خود همراه داشته باشه.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری همچنان تاکید می‌ورزد که باید در این سفر درباره افزایش صادرات به ترکمنستان به ویژه صادرات معادن گفتگو شود. رای ترکمنستان که اگر رای لاجورد فعال شود، ترکمنستان یگانه رایشان هستند که از رای بحیره خزر ما میتونیم به آذربایجان وصل شویم و همینطور به ترکیه. این مسائل هستند که ما باید با صحبت بکنیم. موضوعات برق هستند که ترکمنستان خوبترین برق داره و این برق باید ارزان هم است نسبت به دیگره، این باید فعال شود. این در حال است که به روز یکشنبه سرپرست وزارت خارجه در رأس هیئت متشکل از مسئولان وزارت معادن و پترولیم، اداره راه آهن و شرکت برشنا به ترکمنستان سفر کرده است. اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان جشنواره جایزه برتر رسانه‌ای سال 1402 هجری خورشیدی را برگزار کرد. رئیس این اتحادیه میگوید که از سوی نظام‌ها همیشه یک نگاه منتقدانه بر رسانه‌ها در کشور وجود داشته است. همزمان با این مسئولان رسانه‌ها و خبرنگاران از توشیح نشدن قانون دسترسی به اطلاعات از سوی امارت اسلامی انتقاد می‌کنند. اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان به هدف تشویق و حمایت از خبرنگاران در کشور جشنواره جایزه برتر رسانه‌ای سال 1402 را برگزار کرد. رئیس این اتحادیه میگوید که جوایز بر رسانه‌ها به اساس معیارهای مسلکی خبرنگاری در نظر گرفته شده است. به گفته او از سوی نظام‌ها همیشه یک نگاه منتقدانه بر رسانه‌ها وجود دارد، اما رسانه‌ها در افغانستان به سوی مسلکی شدن در حرکت هستند. یک دید همیشه از طرف نظام‌ها نسبت به خبرنگاران و جامعه رسانه‌ای وجود داشته، نه تنها آل یک گاه منتقدانه نظر انداخته میشه برای جامعه رسانه‌ای افغانستان. ډیر ځایونه کې ډیر موارد داسې سته دي چې خبريالان بدون د موجبه نیول شوي یا صحیح ده که موجبه هم معلومو په هغه شکل باندې لازم نه د خبريالو نیول شي یا له کمیسیون سره یا له وزارت سره همغږي نه ده شوې تر ډیره پورې. برخی از مسئولان رسانه‌ها و خبرنگاران میگویند که با گذشت بیشتر از 2 سال از حاکمیت دوباره امارت اسلامی تا کنون قانون دسترسی به اطلاعات توشیح نشده و کار رسانه‌ای در کشور را به کندی مواجه ساخته است. آنان نیز در صورت تخطی خبرنگاران خواستار رسیدگی آن از سوی کمیسیون تخطی رسانه‌ها هستند. په کورنیو رسنیو فشار راوړل د مغرضو رسنیو راپورته کول دي او د هغوی تقویه کول دي. راځي داسې نه چې خدای ما کړه په غیر آگاهانه ډول مونږ هغه رسنیو ته چې همدا اوس دوی په بهر کې د افغانستان په اړه باندې زهرجن تبلیغات خپروي او د بهرنیو استخباراتي کړیو موخې او اهداف تعقیبوي. اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې شته، یو څه حل شوي. غوښتنه ده چې تر ډیره پورې دغه مسئله راته حل کړئ. د رسنیو د قانون په اړه باندې که کار وشي وضاحت هم ورکړل شي چې دغه کار تر کوم جا پورې رسیدلی دی. با این حال برخی از مسئولان میگویند که حمایت و پشتیبانی از رسانه‌ها در اولویت کاری امارت اسلامی قرار دارد. رئیس مرکز رسانه‌های حکومت در این نشست میگوید که قرار است در آینده‌های نزدیک یک کمیسیون به خاطر زمینه‌سازی برای برگشت خبرنگاران به کشور ساخته شود. همینطور که کمیسیون تماس برای شخصیت‌ها وجود داره، باید برای شخصیت‌های رسانه‌ای ما هم وجود داشته باشه و اونا دعوت شود بیاین افغانستان ببینن، افغانستان از چشم خود قضاوت بکنه. کوم مشکلات ولاغه ان شاء الله تر ډیره حل شوي دي. اوس هر کوم پیکس کیږي یا کوم سرغړونه کیږي هغه د امنیت له طرفه د اطلاعاتو د امر معروف له طرفه یا وزارت له طرفه کیږي کله چې دغه مشرتابه ته وړاندې شي. بر بنیاد آمارهای مسئولان در این جشنواره حدود 360 تن از خبرنگاران و گردانندگان رسانه‌ها از سراسر کشور درخواست داده بودند که از این میان 21 تن به شمول 5 گرداننده و خبرنگار بانو برنده جشنواره جوایز برتر رسانه‌ای سال شمرده شدند. سرپرست وزارت داخله در مراسم رقابت حسن قرائت در ولایت خوست بر تطبیق قوانین اسلامی تاکید می‌ورزد. سراج الدین حقانی میگوید که برخی حلقات خواستار آزادی خلاف ارزش‌های اسلامی و فرهنگ افغانی هستند. سرپرست وزارت داخله در یک مراسم رقابت حسن قرائت قرآن کریم در خوست میگوید که افغانان برای نگهداری کتاب الهی قربانی‌های بیشماری دادند و اکنون وقت آن رسیده است که قوانین اسلامی به گونه کامل عملی شود. موږ د دغه قرآن مجید په سر باندې د دغه کتاب الله په سر باندې چې کوم قربانۍ او تکلیفونه دغه ملت ورکړل، الله جل جلاله دې قبول کړي. نن تاسو ته عملاً
د قرآن مجید د خدمت د احکام و قوانین د تطبیق صلاحیت خدای جل جلاله را. آقای حقانی در بخش دیگری از سخنانش میگوید که هیچ کسی حق تجاوز بالای حقوق دیگران را ندارد و می‌افزاید برخی حلقات آزادی را می‌خواهند که خلاف شریعت و فرهنگ افغانی باشند. آزادی خدای ورکړه، څوک د چا په حق باندې تجاوز نشي کړای. یو په مزاج طبیعت خدا غواړي چې سرکشه وي، نافرمانه وي، ازادي غواړي. ازادي غواړي، داسې ازادي غواړي چې هغه اسلامي حدود ماتوي، خپل د عزت او د خپل عنعناتو دا حدود ماتوي، د بل کلتور او عادت چې موږ ته څوک پیشکاري کوي هغه موږ باندې ډېر ښه لګېږي، او خپل اسلامي او قرآني نظام چې کوم دی هغه موږ ته خاوره راکوي. سرپرست وزارت داخله در حال بر تطبیق احکام اسلامی تاکید می‌کند که به روز دوشنبه در شهر شبرغان مرکز جوزجان یک تن به جرم قتل قصاص شد. نیکبخت بانویی که پس از 25 سال از زندان خانگی برادرش آزاد شده بود، پس از 5 ماه آزادی جان باخت. نیکبخت 50 ساله که نیمی از عمرش در زندان خانگی برادرش گذشت، حال پس از 5 ماه آزادی او را به خانه ابدیش میبرند. فرماندهی امنیه کابل میگوید به دستور سرپرست وزارت داخله، نیکبخت پس از آزادی از زندان برادرش زیر درمان پزشکان و مراقبت امارت اسلامی قرار داشت. نیکبخت روغتون ته ولیږدول شوه. د کورنیو چارو وزیر محترم خلیفه صاحب په ځانګړي هدایت باندې په روغتون کې ځانګړی ټیم ورته دایر شوی و او تقریبا یو میاشت لږ شپې هغلته تر تداوی لاندې وه. تر هغې وروسته یو خونه ورته تعیین شوله، یو کور ورته ونیول شو. امروز صبحی برای ما زنگ زده شد که نیکبخت نامی که چیز بود فوت کرده. باز ما امروز صبحی با ریسفیدا و کلانای منطقه یک جای جمع شدیم، رفتیم پیش آمر صاحب حوزه. آمر صاحب حوزه هدایت دادن، رفتن پیش از اون معلومات که از اونجا جنازه را گرفتیم آمدیم پس منطقه. سخنگوی فرماندهی کابل همچنان می‌افزاید برای مراقبت از نیکبخت 2 بانو نیز از سوی آنان گماشته شده بود. ما خدمتش میکردم، باز خوب قصه میکرد، هی تا بیت میخوان قصه میکرد، بر هر چیز پخته میکردم میخورد، دیگه کالاش میشتم. خالد زدران همچنان تاکید میکند که برادر نیکبخت هنوز هم در بند امارت اسلامی قرار دارد و پرونده او به دادگاه عالی فرستاده شده است. د دې جرم په ارتباط باندې چې دغه په بند کې ساتلی و، د دې یو ورور ښکیل و چې پر وخت باندې هغې ته دوسیه تکمیل شوې ده، دوسیه محکمې ته لیږل شوې ده، ورور یې لا هم په بند کې دی او محکمه به پرېکړه کوي چې څه سزا هم ورته ټاکي. نیکبخت به روز 21 سنبله سال 1402 هنگام بازرسی نیروهای امنیتی در ساحل چهارقلای حوزه دهم از بند خانگی برادرش آزاد و بیش از 1 ماه تحت مراقبت‌های پزشکی در شفاخانه قرار داشت و پس از آن مدت 4 ماه دیگر در خانه به سرپرستی امارت اسلامی نگهداری می‌شد. بارش برف سنگین سبب مسدود شدن شاهراه سالنگ و مسیر چندین ولایت دیگر شده. با گفته وزارت فواید عامه، بارش برف سبب شده تا مسیرهای بامیان، غور و دایکندی مسدود شوند. سخنگوی وزارت فواید عامه میگوید که از اثر بارش و برف سنگین در برخی از ولایت‌های کشور شاهراه سالنگ و مسیرهای بامیان، غور و دایکندی مسدود شده اند. محمد اشرف حقشناس می‌افزاید که مسیرهای ارتباطی ولسوالی‌های یکاولنگ و پنجاب ولایت بامیان، مسیرهای ولسوالی گیتی و نیلی کوتل قناق دایکندی و گذرگاه سالنگ نیز از اثر بارش شدید برف و طوفان بر روی هر گونه رفت و آمد مسدود شده اند. شمار شاهراه‌ها، سرک‌های کشور از اثر برفباری‌های شدید برای ترافیک مسدود گردیده است. شاهراه سالنگ‌ها شب گذشته ساعت 11:55 شب از اثر برفباری، طوفان شدید و محدودیت ساحی دید به خاطر جلوگیری از تلفات جانی و مالی هموطنان عزیز ما برای ترافیک مسدود گردیده است. همزمان با این سخنگوی والی غور میگوید که به دلیل برفباری شاهراه غور کابل و مسیرهای دیگر این ولایت به رفت و آمد بسته شده است. با برفباری های شب گذشته در ولایت غور، شهرهای غور الی کابل و همچنین راههای موصلتی اکثر ولسوالی‌ها و مرکزی ولایت مسدود شده و از سوی ریاست محترم فواید عامه غور و تیم بر پاکی تلاش جریان دارد تا راههای موصلتی را بزرگترین فرصت برای مسافرین باز نمایند. برخی از رانندگان در بامیان میگویند که با مسدود شدن راههای ارتباطی این ولایت با مشکلات زیادی روبرو شده اند. راه آجیگک به خاطر که زیاد طوفانی و برفباری
به همین خاطر بسته شده و مشکلات ما به خاطر زیاد شده که این راه 3 ساعت راه و راه غربند 5 ساعت 5.5 ساعت میره. تقاضای ما از رئیس فایده ما همین است که هرچی زودتر راه حاجیگک پاک کنه. راه حاجیگک مسدود شده، مسافران هم شکایت دارن، دما مشکل ایجاد کردن. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی گفته است که امروز احتمال برفباری سنگین و بارش شدید باران همراه با سیلاب‌ها در بیش از 20 ولایت به شمول سالنگ‌ها وجود دارد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری میگوید پس از محدودیت‌های پاکستان بر کالاهای ترانزیتی کشور داد ستد 60 تا 70% از بندر عباس و بندر چابهار افزایش یافته است. اما میگویند انتقال کالاها از مسیر چابهار به آنان گران تمام می‌شود. از سوی هم وزارت صنعت و تجارت میگوید هیئتی که به ایران رفته درباره بیشتر شدن داد ستد از بندر چابهار گفتگو می‌کنند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که پس از وضع محدودیت ها به کالاهای ترانزیتی از مسیر پاکستان اکنون داد و ستد از بندر عباس و بندر چابهار ایران افزایش یافته است. یک عضو هیئت مدیره این اتاق می افزاید که در حال حاضر هزینه انتقال کالاها از طریق بندر چابهار بلند است و نیاز است تا در زمینه کاهش هزینه ها توجه شود. یک تعداد تجارت ما از ترکیه که ما میکنیم او از راه خود ایران مین و او هم مربوطی او نیستند. 50% تجارت ما که از راه بحر میشد او تقریبا اضافه 60-70% علی از راه چابهار و بندر عباس میشه. شمار از بازرگانان میگویند که در صورتی که پاکستان محدودیت‌های وضع شده به کالاهای ترانزیتی را بر ندارد، آنان تجارتشان را از راه‌های بدیل انجام خواهند داد. میتونه که ما را صادرات ما به چندین برابر افزایش بده و در ضمن میتونه که یک راه بدیل و یک راه آسان سهل برای صادرات و واردات ما باشه. وزارت صنعت و تجارت میگوید که هیئت از این وزارت به ایران رفته و درباره حل چالش‌ها در بندر چابهار با مقام‌های ایرانی گفتگو می‌کند. کوم موانع چې د دوه ملکو د طرف څخه هغه لري کو او هغه چابهار ته د ترانزیت توسعه ورکو د تجارت او صادرات د افغانستان د همدې لارې اضافه کو. این در حال است که نزدیک به 6 ماه پیش پاکستان بیش از 4000 کانتینر بازرگانان افغان را در بندر کراچی مسدود ساخت که به بازرگانان حدود 36 میلیون دلار زیان وارد کرده است. دومین کارزار واکسیناسیون پولیو در سال روان میلادی امروز در 21 ولایت کشور آغاز شد. به گفته وزارت صحت عامه در این کارزار 4 روزه بیش از 7 میلیون کودک واکسن پولیو را دریافت خواهند کرد. از سوی هم شهروندان کشور از امارات اسلامی می‌خواهند تا وزارت صحت برای ریشه‌کن ساختن بیماری فلج کودکان بیشتر تلاش کند. در ادامه کارزارهای واکسیناسیون پولیو در کشور، دومین کارزار واکسیناسیون پولیو در سال جاری میلادی در 21 ولایت کشور آغاز شد. سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید که در این کارزار که 4 روز را در بر خواهد گرفت، بیش از 7.6 میلیون کودک واکسین خواهند شد. دغه کمپاین به چې 4 ورځې ادامه ولري د هیواد په 21 ولایتونو کې باید 1.6 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق کیږي. زموږ موخه د دغه واکسینونو په تطبیق سره ده چې وکولای شو په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ څخه مخنیوی وکړو. برخی از پزشکان میگویند که در کنار واکسین پولیو برخی از کارهای دیگر نیز میتواند برای ریشه‌کن ساختن آن سودمند واقع شود. اطفالی که از دیگر ممالک همسایه ما داخل کشور ما میشن، اینا هم باید واکسین پولیو یا فلج اطفال را باید تطبیق کنند تا که از شر از این بیماری خطرناک و کشنده در امان باشند. سوم، همیشه باید کوشش کنیم ما شما که حفظ صحی شخصی خود را مراعات کنیم، یعنی شستن دستها را همیشه نه تنها در مقابل بیماری پولیو بلکه در مقابل دیگر امراض ساری باید مد نظر داشته باشیم. همزمان با این برخی از باشندگان پایتخت از امارت اسلامی میخواهند تا از بهر ریشه‌کن سازی این بیماری در کشور به گونه جدی تلاش کند. موږ د افغانستان د وزارت صحت عامه څخه غواړو چې د پولیو واکسین چې دی دغه زموږ لپاره زیات کړي. صحت عامه موږ درخواست چې مطلب دوی ډیر زیات دوی ته توجه وکړي او باید په دې باندې کار وکړي چې مطلب زموږ هیواد دې مشکل نه خلاص شي. موږ هیواد هم د نورو هیوادو په شان مطلب دې پولیو واکسین او دې مرض نه علاج نه مطلب خلاص شي. این در حال است که در دومین هفته ماه روان میلادی آزمایشگاه بیماری فلج کودکان در کابل گشایش یافت و سرپرست وزارت صحت عامه تاکید کرده بود که این وزارت تلاش دارد تا پایان سال روان میلادی این بیماری از کشور ریشه‌کن شود.
سخنگوی امارات اسلامی از گشایش سفارت آذربایجان در روزهای نزدیک در کابل خبر می‌دهد. ذبیح الله مجاهد به تولونیوس میگوید که گفتگوهای ابتدایی در این باره با مقام‌های آذربایجانی انجام شده است. این در حالی است که پیش از این سفیر آذربایجان برای افغانستان نامه رسمی گشایش سفارت این کشور در کابل را به امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه سپرده بود. هرچند تاکنون هیچ کشور امارات اسلامی را به رسمیت نشناخته است، اما پیش از این مقام‌های امارات اسلامی گفتند که در حال حاضر 17 نمایندگی کشورهای دیگر در افغانستان فعال است. از سوی هم سخنگوی امارات اسلامی به تولونیوس میگوید که در آینده نزدیک سفارت آذربایجان در کابل نیز گشایش خواهد یافت. ذبیح الله مجاهد همچنان می‌افزاید که برخی از کشورها به شمول کازاخستان می‌خواهند روابط دیپلماتیکشان را با افغانستان گسترش بدهند. روابط خوبی دو کشور صورت گرفته تا مفاد آن بر دو ملت برسه و انشاءالله قریب است که روابط دیپلماتیک افغانستان رسما از آذربایجان آغاز شد. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه به نقل از محمدوف سفیر آذربایجان در دیدار با شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه نگاشته که آذربایجان آماده همکاری همه‌جانبه با افغانستان است. بازگشایی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های بعضی از کشورها و جمله کشور آذربایجان در افغانستان بیشتر به خاطر به دست آوردن منافع اقتصادی خود کشورها در افغانستان و از طریق افغانستان با سایر کشورهای منطقه میباشد، اما میتواند گام مثبت در جهت رفع نیازمندی‌های اقتصادی مردم افغانستان و همچنین گسترش روابط سیاسی و دیپلماتیک مفید باشد. با هر کشوری که افغانستان در تعامل باشه و حفظ احترام و رعایت منافع ملی هر دو کشور باشه، در همه عرصه‌ها مفیدیت خود داره و آهسته آهسته ادامه از وسیع میشه به سطح از منطقه خواهد برآمد. به گفته حکومت سرپرست، افزون بر فعال بودن 17 نمایندگی کشورها در کابل، نزدیک به 40 نمایندگی امارات اسلامی در کشورهای دیگر فعالیت دارند. برنامه جهانی خوراک میگوید افغانستان یک از کشورهایی است که نیاز جدی به کمک‌های بشری دارد. بر بنیاد یک گزارش تازه این نهاد، سالها ناامنی، بیکاری، کمبود نقدینگی و افزایش بهای مواد غذایی میلیون‌ها تن را در فقر فرو برده است. از سوی هم وزارت اقتصاد از جامعه جهانی می‌خواهد که در کنار کمک‌های بشردوستانه باید در بخش توسعه‌ای نیز کمک کنند. فقر و داشتن مسئولیت از بهر تهیه لقمه برای خانواده 8 نفریش سبب شده است تا عبدالشاکر 61 ساله با بارش برف نیز در گوشه از کابل به دستفروشیش ادامه دهد. میگوید همه روزه بدون فکر کردن به وضعیت هوا از صبح تا شام کار میکند، اما نمیتواند هزینه های خانوادهش را برآورده بسازد. خانه که میچکه دیگه که چی کار کنم؟ اگر در خانه باشم دیگه ای بس ای از من میمانه، نفقه میمانه، اگر اینجا که برم خانه میچکه. در همین حال برخی دیگری از باشندگان پایتخت نیز که در سرمای زمستان دستفروشی میکنند از امارت اسلامی و نهادهای مددرسان خواستار کمک و ایجاد فرصتهای کار هستند. مشکلات اقتصادی زیافت 12 یار هستیم دیگه، دینمی اینجا شاگردی میکنیم یا پوره نمیکنه. از امارات اسلامی خواهش میکنیم که یک مسینه چیز کار برای ما مهیا کنه که یک جای کار کنیم از مشکلات برای. از امارت اسلامی میخوایم یک کار برای ما مصاحب بسازه، یک روزی حلال و فامیل خود پیدا کنیم. همزمان با این برنامه جهانی خوراک با پخش گزارش میگوید که برای ادامه فعالیت‌هایش در افغانستان تا 6 ماه آینده به 760 میلیون دلار نیاز دارد. این نهاد در این گزارش افزوده است که تقریباً 16 میلیون تن در افغانستان نگران تامین وعده خوراکی بعدیشان و 4 میلیون کودک و مادر شیرده دچار سوء تغذیه هستند. در حال حاضر نزدیک به 16 میلیون نفر یا 1/3 جمعیت افغانستان نمی‌دانند وعده غذایی بعدی آنها از کجا تامین خواهد شد و هر ولایت در کشور در سطح بحران ناامنی غذایی یا وضعیت بدتر آن قرار دارد. در ماه جنوری سال جاری، پروگرام غذایی جهان به حدود 8 میلیون نفر از طریق بیش از 38,000 متریک تن مواد غذایی و بیش از 21 میلیون دلار پول نقد رسیدگی نموده است. امارت اسلامی افغانستان هم حسب توانایی خود تمام تلاش‌های خود را کرده و کشورها که همکاری میکنند سری کمک‌های بشری، ادویه، غذا به مردم میرسانند، ما قدردانی میکنیم، ولی بسنده و کفایت نمیکنه. ما میخوایم این کمک‌ها بیشتر ساخته شود. مردم افغانستان نیازمند کمک هستند و کمک‌ها دوام پیدا بکنه.
در سوی دیگر کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز در گزارش گفته است که در سال 2023 میلادی این کمیته برای رسیدگی به نیازمندی ها در بخش های مراقبت های بهداشتی و کنش اضطراری خدمات توانبخشی فیزیکی برای افراد دارای معلولیت و بازسازی زیرساخت های ضروری از جمله سیستم تامین آب و انرژی خدمات ارائه کرده است. وزارت اقتصاد تداوم کمک ها در شرایط کنونی را برای نیازمندان مهم می‌خواند. کشور ما به بازسازی زیربنای اقتصادی نیاز دارد. تداوم برنامه‌های مساعدت بشری، برنامه جهانی غذا و تمرکز جامعه جهانی روی برنامه‌های اشتغالزایی و حمایت اقتصاد خانوار در سکتورهای مختلف می‌تواند برای کاهش تدریجی فقر و مبارزه با ناامنی غذایی موثریت بیشتر اقتصادی داشته باشد. پیش از این دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارش گفته بود که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان در سال جاری میلادی به کمک‌های بیدرنگ بشری نیازمند هستند. اوچا در این گزارش همچنان گفته است که برای کمک رسانی به 23.7 میلیون نفر در افغانستان به بیش از 3 میلیارد دلار نیاز است. وزارت اطلاعات و فرهنگ همکاری ژاپن را در بخش نگهداری اثرهای باستانی کشور مهم می‌داند. معین فرهنگ و هنر این وزارت در دیدار با سفیر ژاپن گفته است که ژاپن می‌تواند در این باره گام‌های سودمندی را بردارد. در این میان شماری از شهروندان کشور در کابل توجه به موزیم‌های کشور را از بهر آگاه شدن جوانان از تاریخ و اثرهای باستانی مهم می‌دانند. معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات فرهنگ با سفیر ژاپن برای افغانستان در موزیم ملی دیدار کرده است. این وزارت در صفحه کاربری اکسش نوشته است که در این دیدار سفیر ژاپن تاکید کرده است که ارزش‌های فرهنگی افغانستان نه تنها برای افغانستان بلکه برای جهان نیز مهم می باشد و معین وزارت اطلاعات فرهنگ همچنان از کمبود امکانات از بهر حفظ و نگهداری آثار تاریخی در موزیم ملی نگرانی کرده است. در همین حال رئیس موزیم ملی که در این دیدار حضور داشته و خواستار اعمار تعمیر جدید برای موزیم ملی، آزمایشگاه برای تشخیص آثار، دیپوها برای نگهداری آثار تاریخی و اعمار سالن‌ها برای برگزاری نمایشگاه‌ها گردیده است. دا غوښتنه دا و چې په افغانستان کې موږ هغه سیستم او لابراتوار نه لرو چې د آثارو تاریخ معلوم کړي. په جهاني سطحه دغه ټکنالوژي ډیره مخته تللې ده. موږ اوس آثار د بیلابیلو ځایو څخه لاسته راوړي دي د قاچاقبرانو او د نورو خلکو چې حفریات یې بې ځایه ناقانونه کړي دي. د هغو د لاس څخه مو ایستلي دي، خلک یې بندیان دي. همزمان با این برخی از باشندگان پایتخت وجود موزیم و مکانهای تاریخی را در افزایش آگاهی جوانان از تاریخ گذشته کشور سودمند می‌دانند. دولت به موزیم‌های تاریخی ما، آثار و آبادات تاریخی ما توجه جدی کنه، به خاطر که یکی از آثارهای اصلی کشور ما میباشه. موزیمونه د نوې نسل د ځوانانو د هغوی ته د تیر په اړه معلومات ورکول، له تیر تمدن، له تیر علم، له تیر هغه څه چې تیر کې څه وي د هغو په اړه معلومات ورکول په دې کې ډېر مهم او اساسي رول لري. ځوانانو ته پکار دي چې دغسې موزیمونو ته لاړ شي او خپل تاریخي ځایونه وګوري، تاریخي شیان وګوري، تر څو د تیر تاریخ نه خبر شي او یو نوی شی زده کړي. رئیس موزیم ملی همچنان می‌افزاید که در این دیدار درباره آموزش‌های مسلکی کارمندان موزیم ملی از بهر حفظ آثار تاریخی و فرستادن متخصصان کشور ژاپن به افغانستان در آینده نزدیک نیز بحث و گفتگو شده است. در سال روان به ارزش بیش از 70 میلیون دلار کالاهای بازرگانی از ولایت پکتیا به کشورهای خارجی به ویژه پاکستان صادر شده است که نسبت به سال پار 15% کاهش را نشان می‌دهد. بازرگانان خرابی جاده دند پتان و چالش‌های ویزا را از علت‌های کاهش این صادرات می‌دانند. در سال روان خورشیدی به ارزش بیش از 70 میلیون دلار کالاهای بازرگانی گوناگون از ولایت پکتیا به بیرون از کشور به ویژه پاکستان صادر شده است. صادرات جلغوزه برای نخستین بار به ایتالیا و صادرات کاغذ سفید به کشورهای آسیای میانه از دیگر مواد صادراتی پکتیا به بیرون از کشور به شمار می رود. اما بازرگانان و مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری این ولایت از کاهش 15% صادرات نسبت به سال پار خبر می دهند. په مجموع کې تقریبا د 1 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات تر سره کړي دي چې په دې کې د پټان بندر له طریقه هم ډیر دي او کاغذ په لومړي ځل باندې آسیایي مینا ته صادر شوی ده او په دوهمه کې جلغوزي
به اصطلاح له افغانستان د پکتیا ولایت څخه ایټالیا هیواد ته صادر شوي دي. تیر کال په پرتله زموږ په عموم کې صادرات تقریبا 15% راټیټ شوی. د په داسې حال کې چې نور اقلام وچه میوه، تازه میوه، ترکاری دې کې موږ صادرات تقریبا 3 برابر زیات شوي. بازرگانان در پکتیا ترانزیت نشدن بندر دندیپتان، چالشات در بخش‌های ویزا، ترانسپورت و پالیسی نامناسب اقتصادی پاکستان را یکی از چالش‌های جدی فرارای صادرات از این ولایت دانسته و از مسئولان خواستار حل آن هستند. پاکستان یخوا موږ د ګمرک طرف ته یو مکتوب استول شوی و ورته میسیج ورته کړی و چې اول په پټان لارې نه یو جنس راشي. ډېر خو ازادي صادراتو نه دغه وکړله چې هر یو موټر کې یو جنس پکار دی بار شي بیا صادر کړلی شي. موږ د ویزو د نشتون موږ د ویزو سره ډېر په مشکل سره مخ چې لوړ شاته موږ د خپل مول یا وار کړو خرید او پروش وکړو خو موږ نشو کولی چې ویزې ډېر په اسانۍ وخلو. هغه ویزې سختې دي. هېڅ کار نه دی ورته شوی لارې ته چې کوم کار ورته اوس دولت وکړي هغه برانونه دا شیان بیا سره وژاړه کړي. نو د پاکستان د طرف نه تقریبا کار شوی دی. گذرگاه دندیپتان از کوتاه‌ترین مسیر صادرات و واردات با پاکستان به شمار می رود که از سالها به این سو خواستار ترانزیتی شدن این مسیر هستند، اما با وجود وعده ها هنوز هم به یک مسیر ترانزیتی مبدل نشده است. وزارت صحت عامه در نظر دارد تا حقوق کارمندان بهداشتی را بیشتر سازد. به گفته سرپرست این وزارت، طرح افزایش تنخواه کارمندان بهداشتی از سوی این وزارت نهایی شده و برای تایید به ریاست وزرا فرستاده شده است. وزارت صحت عامه میگوید که طرح افزایش حقوق ماهانه پزشکان و کارمندان بهداشتی کشور را به ریاست الوزرا فرستاده است. سرپرست این وزارت میگوید که حقوق پزشکان متخصص از 30,000 تا 35,000 افغانی و بر اساس تجربه کاری برای آنان پرداخت خواهد شد. موږ د اول ځل لپاره موږ د ټولو ډاکټر صاحبانو او د صحي پرسونلو موږ د معاشاتو یو نوی چوکاټ جوړ کړو. نو ان شاء الله د دې چوکاټ د منځوري سره ځکه چې د 2 ورځې مخکې موږ په دې باندې تفصیلي مجلس وکړو. اسناد ټول ما امضا کړي د ریاست الوزرا ته ملګري دي او اداري مرستیال جناب عبدالسلام حنیفي صاحب سره موږ د مکمل موږ شریک کړي دي او استادان هم تقریبا تر ډیره حده پورې په باندې خبر دي. نو په دغه کې د متخصص ډاکټر معاش په ان شاء الله د 45,000 نه شروع کیږي پورته چې څومره کاري تجربه وي نو دغه په مطابق باندې معاش ورکول کیږي. همزمان با این برخی از پزشکان میگویند که اکنون حقوق ماهانه پزشکان متخصص 13,000 افغانی است و افزایش این حقوق میتواند تاثیرات مثبت در ارائه خدمات بهداشتی داشته باشد. یک کسی که زحمات زیادی را میکشه و دکتر میشه میایه در شفاخانه در بست پایین کار میکنه او 8,500 ماش میگیره و متخصصین ما فعلا 12 یا 13,000 ماش میگیرن. برایشان بسنده نیست و خامخا یک کسی که دکتر میشه جامعه هم از توقع داره، فامیلش هم توقع داره و باید چنانی که از جامعه درک داره و میخواد که اولادش هم برسن و خوبتر تحصیل کنن. یو ټرینی ډاکټر د خپل د زده کړې لپاره او د خپل د اماسات د طبي پوهې لوړوالي لپاره ضرورت دا لري چې دوی ښه درس ووایي او ټول آن د فکر او توجه درس دی. نو د معاش لوړوالی د دوی د اقتصاد ښه والی دا ډېر رول لري په زده کړه کې غیر مستقیم شکل سره. بر بنیاد گفته‌های سرپرست وزارت صحت عامه، این وزارت برنامه‌های تخصصی که در گذشته در کشور نبوده است را به زودی در کشور آغاز خواهد کرد. باشندگان ولسوالی دیشوی هلمند میگویند عملی نشدن پروژه های انکشافی، دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی سالم و خدمات بهداشتی و مخابراتی از چالش‌های جدی آنان به شمار می رود. این باشندگان از مسئولان در حکومت سرپرست خواستار حل چالش‌هایشان هستند، اما سخنگوی والی هلمند میگوید در سال پیش رو کار برخی از پروژه های انکشافی را در این ولسوالی آغاز خواهند کرد. ولایت هلمند در جنوب کشور از ولایت‌هایی است که در بیشتر از 2 دهه پس این گواه داغ‌ترین نبردها بود. باشندگان ولسوالی دیشوی این ولایت میگویند که به علت جنگ‌های گذشته افزون بر تلفات جانی و زیان‌های مالی از هر گونه خدمات اولیه محروم ماندند. عملی نشدن پروژه‌های انکشافی، دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی سالم و خدمات بهداشتی و مخابراتی از چالش‌های جدی باشندگان این ولسوالی به شمار می‌رود. دلته وګورئ چې موږ یو مریض پیدا کړو، موږ مریض ته یو ځای ته یا تر نیمروزه یا تر لښکرګاه
رسیږي نه چې ورسیږي پر لارې مري مانه لیرې دی 8 ساعته مزل دی لار ده لکه کلینیک و مدرسه و مسجد و دا چې جوړ کړي موږ ته ګټه دغه کوي یو تلیفون ځای پر ځای موږ ته دغه چې یو خبر وشي چې 15 متره کیلومتره خواته پوسېدلي وای موږ خبره ځای ته نه رسېږي. دوه ورونه یې یو مایع لري په کور کې یا په 4 په 5 کسو دغه اوبه راپورته کوي دغه ورونه جنجال سره کوي پر دغه د مایع پر اوبه باندې نو دا چې موږ دلته یو شی یو ذخیره نه کو دا خلک باریږي د وطن څخه خلک ځي بلې خواته مجبور چې بل کلی ته بځي. سخنگوی والی هلمند میگوید که به همکاری نهادهای کمک کننده تا کنون به برخی از چالش‌های باشندگان ولسوالی دیشو رسیدگی کردند و اطمینان می‌دهد که در سال پیش رو نیز کاری برخی از پروژه‌های انکشافی را در این ولسوالی آغاز خواهند کرد. د سړکونو د جغلکارۍ همداسې د ښوونځیو د جوړونې د مدارسو د جوړونې د کلینیکونو مجهز روغتونونو په جوړونه کې کار شوی دی او عملاً دا جوړ شوي دي چې فعلاً هم د خلکو په خدمت کې دي. ولسوالی دیشوی هلمند در 300 کیلومتری شهر لشکرگاه مرکز این ولایت موقعیت دارد که با کشور ایران هم مرز است. باغ‌های میوه‌های مثمر در کندهار در حال توسعه است. ریاست زراعت و مالداری کندهار میگوید که همکنون در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت 6 فارم پرورش نهال فعال شدند که همزمان با آن روند باغداری نیز در این ولایت توسعه یافته است. این فارم تحقیقاتی کوکران در ساحه مرویسمینه در شرق شهر کندهار است. پرورش درختان مثمر از سالهای زیاد به این سو در این منطقه ادامه دارد. ریاست زراعت و آبیاری کندهار به تولونیوز میگوید که همکنون به شمول شهر کندهار در ولسوالی‌های ژیری، پنجوایی، دامان و شاولیکوت این ولایت 6 فارم پرورش نهال فعالیت دارد که در پرورش و ترویج نهال‌های عصری سودمند تمام شده است. د تحقیقات په برخه کې هغه د باغداري تحقیقات هم د حبوبات تحقیقات پکې کېږي همدارنګه موږ د ترنکې فارم لرو چې تقریبا نږدې 2.5 سوه جریبه مځکه ده. کشاورزان نیز ترویج باغداری عصری را در بخش کشاورزی و رشد اقتصادی خود سودمند می‌دانند. اول خو د انارو درختې دي دوم د انګورو درختې دي دا دوه ډوله درختې ډېرې استعمالېږي په کندهار کې ډېر روزل کېږي. برای 10 رقم موږ ګرنګي لرو مثلا 10 رقم زردالو لرو 8 رقم املوک لرو و رقم الوکات لرو یعنی 8 رقم نه رقم زردالو لرو دلته موږ هیڅ څه د ضرورت نه لرو چې د بهرې موږ راوړو. دا که په هر ولایت کې په خپل موسم کې ناهلخانې جوړې شي د زراعت تخوا د امارات تخوا څخه او بیا خپلو ښاریانو ته هغه باغ لرونکو ته ورکول شي هم بیا حاصلات سمې هم به د خپلې هواو د لمر سره عاجي وي. کندهار نیز مانند دیگر ولایت‌های کشور از خشکسالی‌های پسین متأثر شده است، اما مسئولان میگویند که به هدف جلوگیری از تأثیرات خشکسالی کار بندهای آبگردان را در تمام ولسوالی‌های این ولایت آغاز کرده‌اند. دکانداران در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز تابلوهای دکانهایشان را به علت بلند بودن مالیات پایین کردند. آنان میگویند که در شرایط کنونی درآمدشان کاهش یافته و توانایی پرداخت مالیات هنگفت برای شهرداری را ندارند، اما شهرداری زرنج میگوید دکانداران مکلفند تا مالیات تابلوها را بپردازند. در روزهای پسین بیشتر تابلوهای دکانها در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز از سوی دکانداران پایین میشوند. این دکانداران کاهش درآمد از فروشات و گرفتن مالیات بلند از سوی شهرداری را از علت‌هایی می‌دانند که ناگزیر شده‌اند تا تابلوهای دکانهایشان را پایین کنند. 6000 افغانی ما سالی به تابلو تحویل کنم. مالیات دکانم 20000 افغانی سالی مالیات دکانه. دیگه خو ما همین درآمدی ما نیست. دیگه ما چیکار؟ یک لوحه 1000 افغانی جور میشه. اینجا از ما 500 افغانی مالیات میگیره متر مربع. درآمد زیاد نیه. این اگه می بود به خاطر زیبایی شهرم خوب بود اینجا ما درآمد چندان زیادی هم نداره ما هم گرفته کنده انداخته پای. این دکانداران در شهر زرنج میگویند که از هر متر مربع تابلو 500 افغانی مالیات میپردازند و اگر اندازه این تابلوها از 3 متر بیشتر شود شهرداری از هر متر مربع 1000 افغانی از نزد آنان مالیات میگیرد. تا که از 3 متر اگه بیشتر شد 1000 افغانی میگیره تا 3 متر 500 افغانی هر متر مربع. دیگه ما نمیتونیم از اینه را پرداخت کنیم مجبور شدیم لوحه را به زیبایی را دیگه چی کنیم هم تو سفید کنیم. تقریبا 24000 افغانی کرای دکان ماست
از جواز تقریبا وقت بود 2500 حالا تقریبا 8000 7000 اغنی تنها از جواز میگیره 12000 هم تو از لوحه میدی برزو. اما شهرداری زرنج میگوید که گردآوری مالیات از تابلوهای دکانها در سطح شهر بر بنیاد قانون انجام می شود. ما شاهد از این هستیم تعدادی از دکاندارا و کسبکاران ما اونم تابلوهای خود را یا با رنگ فشفشه رنگ کردن یا هم اونا را پایین کردن که اونا از علت از اینه که اونا از این قوانین با خبر نیستن. بر بنیاد آمار مسئولان محلی در نمروز همکنون بیش از 4000 دکان در شهر زرنج فعالیت می کنند. و به همین ترتیب رسیدیم به پایان خبر 10. همراهیتان سپاسگزارم تا دوباره بقیه شب روزتان بخیر. خدا نگهدار.